ساعت 7:23 صبح، ساعت 8 کلاس زبانم شروع میشه و خیلی حالم بده چون گذاشته بودم دقیقه 90 و باید الان سریع بشینم بخونم. خیلی کار افتضاحیه میتونم، ولی قول دادم دیگه تکرار نکنم. بالاخره هوا سرد شد و به روزایی که اکثرا ابریه داریم میریم و فصل مورد علاقه منه که هر لحظه اینجوریم. هفته دیگه هم هالووینه، امروز پنجشنبه است دیگه اگه اشتباه نکنم، و پنجشنبه هفته دیگه هالووینه دیگه. خلاصه بریم که روزمون رو با هم شروع کنیم و بهتره کنیم. Let's go. گایز من همین الان کلاس زبانم تموم شد و وقت آرایشگاه دارم ساعت 10 و الان ساعت 9:40 ایناست. باید تو سریع ترین حالت ممکن برم آرایشگاه. ناخونم وقت ترمیمشه. این ناخونم خیلی خوشگل بود، این فرنچ پلنگیه. بعد الان میخوام برم ناخونامو چیز کنم و احتمالاً بازم نمیدونم و از آرایشگر بپرسم دلم میخواد موهامو کوتاه کنم، یعنی دلم میخواد تغییر کنم ولی تنها زوری که به جایی میرسه موهامه. واسه همین میخوام موهامو چیز کنم، کوتاه کنم. حالا یه مدل دیدم بهتون نشون میدم. من فقط میخوام سریع آماده شم برم تو ماشین که فقط راه بیفتم. حالا تو ماشین بودم بهتون نشون میدم. بعد دوست دارم چیزم بذارم از این موژه ها، موژه قهوه‌ایه که مد شده، نه از این مشکی پرا، نه از این نچرال باحاله. اونم خیلی دوست دارم بذارم ولی نمیدونم، اونو فکر نکنم برسم بذارم. ولی دیگه هیچ دیگه آماده شم فقط برم قیافه رو. آقا من ساعت 10 وقت داشتم، الان ساعت 10:03 است. قراره خوشگل و ترتمیز شم بالاخره. من کلا وقتی 100 سال یه بار ولاگ میگیرم اصلا نمیدونم دارم چی کار میکنم، همیشه همین حسو دارم. یعنی اینجوری هم که الان داری چی کار میکنی، الان مثلا اونو نگرفتی اینو نگرفتی. آره دیگه. خلاصه الان دوباره تو اون بودم که نمیدونم دارم چی کار میکنم و اینکه صبونه نخوردم دارم میمیرم از گرسنگی. برم اونجا امیدوارم یه چیزی باشه بخورم، گشنمه. گایز آماده این خودمو بهتون نشون بدم. 1 2 3. گایز خوب شده. من دیگه اومدم خونه. این فرقم چون همیشه فرق وسط بوده، این هنوز درست نشده. این باید بخوابه این فرق وسط. یه هفته دیگه فکر کنم چیزم درست شه. چتریم بهم میاد آقا. داشتم تلاش میکردم یه ریلز باحال درست کنم از قبل و بعد و گذاشتم هم تو تیک تاک هم توی اینستا. بعد یهو یادم اومد من داشتم ولاگ میگرفتم امروز. انقدر سر این مو کوتاه کردن هیجان زده شدم و این اصلا یادم رفت که داشتم چیکار میکردم. خودم احساس میکنم خیلی بهم میاد این مدل. ببین چجوریه. بذارم بچرخم پشتش اینجوریه و جلوش هم یه حالت
اینجوری طور میشه. بعد الان میخوام یه لباس بپوشم برم بیرون با ایمز، ولی نمیدونم چی بپوشم. اینو اومدم بپوشم. اتاق ترکید از بچه ها. اینو اومدم بپوشم ولی احساس میکنم شلواره نمیاد. بذاریم بهتون نشون بدم. این شلواره مثل این شلوار مدرسه. خب کنسله واقعا. الان خودم دارم بیشتر نگاش میکنم بیشتر کنسله. چرا اینجوریه یا ابوالفضل؟ بذاریم ببینم چی میتونم بپوشم. امروز آخرین روز اکتبر و در واقع امروز هالووینه. پس میتونم بگم هپی هالووین. واسه شروع این ولاگ من اول یه هفته قبل رو بهتون نشون دادم که چی شد که اینجوری شد موهام و اینا. صبح کلاس زبان داشتم و یه نیم ساعت دیگه کلاس یوگام شروع میشه. خلاصه امروز هالووینه و ما قراره یه دوره همی ریز داشته باشیم و هر کی تبدیل به یه شخصیتی شه. من خودم الان بهتون نمیگم چی میخوام بشم، همون عصرینا که خواستم آماده شم بهتون نشون میدم و با هم آماده میشیم و اینا. ولی الان باید آماده شم برم کلاس و برم چند تا چیز میز واسه اون شخصیتی که میخوام بشم بگیرم. من هالووین خیلی دوست دارم و خیلی روز باحال و کولیه واسم. حالا برعکس خیلی از ایرانی‌ها مثلا میبینم اینجوریه که چه فازیه، مثلا تو ایرانی مثلا هالووین چیه و این داستانا، ولی خب چیزایی که کوله و حس خوب میده چرا ازش لذت نبریم. همه مراسم و جشن باحالن، چه هالووین، چه کریسمس، چه سال نو، چه نوروز، چه هر چیز دیگه ای. و بریم این روز که من این دورسه رو پوشیدم با این لگو صندله زمستونی و این جورابای خوشگل. اینم از اوتفیت یوگایی طور. چرا این گوشت چرا گنده است دقیقا توش دارم میرقصم واقعا. اینقدر فضا داره تا صبح. بریم که امروز رو با این موهای هپلی شروع کنیم. خب گایز وسایلمو تقریبا جمع کردم کف اتاق تو رو خدا. خیلی اتاقم کثیفه. این لباسامو حالا شما نمیدونین قراره چی شن. رفتم دوش موشم گرفتم، هنوز کلمو درست نکردم. اول برم وسایل بادکنکی و اینا یه چیزی میخوام، بعد احتمالا برم خرازی یه چیزی اونجا هم نیاز دارم، بعد میرم خونه مهسا. اینا آماده و اینا شیم، عکس و فیلم و اینا رو بگیریم. نصف هالووین من خونه مهسا، اینم نصفش خونه اون یکی دوستم نگینم. احساس میکنم ولاگ خیلی باحالیشه، بخصوص اون شخصیتی که قراره بشم اینا. فکر کنم خیلی کول و باحالیشه. بزن بریم چی میشه. Let's go.
خب گایز من خریدامو کردم همشونو، هم رفتم خرازی یه خورده چند جینگل مینگل میخواستم، حالا بهتون نشون میدم با هم درستشون میکنیم. بعد یه دونم بادکنک فروشی رو بادکنک خریدم، فکر کنم بشه حد زد تا اینجا که من چی میخوام بشم، ولی خب تا دقیقه آخر سعی میکنم که نذارم بفهمین چی میشم، ولی خیلی ذوقشو دارم، خیلی خوشحالم. هم دارم رانندگی میکنم، هم بادکنک بهتون نشون میدم، هم دارم فیلم میگیرم. الانم پیش به سوی مهسا و آماده شدن. هپی هالووین گایز. ما اومدیم یه رنگی دراریم که گند زدیم به هرچی کرم پودر رو بود و نبود. اینجا هم وسایل ویله. منم در این حالتم. بچه مهسا بدون روح. مهسا سلام کن. مهسا ما رو سورپرایز کرد با شخصیت. با چقدر سفیدم نه؟ آره ولی باید سایه بازم بزن. بچه ها قراره یه چیزی در بیاد که نمیم قراره چی در بیاد. با ما باشید. هپی هالووین. آقا ما این شخصیتش مثلا خیلی شخصیتش سخت بود، اصلا دو ساعت رو کشیده باشیم و هیچ جا رو نمیبینه. مثلا دوربین اینجا یه دونه اینجا بوسم نمیافته. باره گایز میکاپ هم چجوری شد لباسم اینجوری کردیم باید خواهیم داشته مثلا روح سرگردان شد. هپی هالووین. مهسا از این دوربینا داره، بعد یه دونه الان از من گرفت داره ظاهر میشه. خیلی باحال شده. یه چیزایی داره ظاهر میشه. گایز عکسامونو این سلفی بود، مهسا نصفش نیفته. اینم مهسا از من گرفت، اینم دوتاییم. هنوز این ظاهر نشد. بچه ها اومدم پیش ایمان. چسی بده بچه ها ایمانم قرار هالووینی شد. نه چرا؟ نه خودم ترسان کم من مطمئنی؟ آره. بچه ها میره مزم میشه جمع جور هالووین.